زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. خورمان نغمه که مردم بسپارند باید. ما یک سال گذشته و یک نیم سال گذشته را در شمال بودم. بیشتر عمر ما در فاریاب گذشته. سختترین روزهای زندگی عسکری ما در فاریاب گذشت سپری شده و بهترین ایام زندگی ما هم در فاریاب داشتیم. با وجودی که من امروز تبدیل شدیم و در مرکز وظیفه میکنم، مسئولیت تمام افغانستان دارم، اما شما باور بکنید هر باری که نام از فاریاب و تهدید علیه مردم فاریاب یادآوری میشه، نام ما هم در زبان رهبری است و هم خود ما داوطلب هستم که استاد شام و بیایم به دفاع از مردم و ملت خود. ورزشکارا همان گونه که جایگاه متفاوت نزد خداوند دارین، مسئولیت بزرگ هم دارین. اگر ما را خداوند قد و قامت و قیافه کلانتر و جسه بزرگتر نصیب میکنه، بفهمید مسئولیت سپرده. اگر جایگاه بزرگی، جایگاه بلندی در دنیا نصیب میکنه، به دنبال مسئولیتش باشین. ما یک نظامی هستیم، گرچه امروز لباس ملکی در جان من، اما باز میرم به طرف مسئولیت. از سال 2014 به این طرف جامعه جهانی عملا از میدان محاربه از کنار ما نظامی ها برآمد. در یک سال گذشته تنها فرزندان شما بودند که در میدان مبارزه مقابله کردند. فریب دشمن نخورین. اینا بودند که وقتی امریکا در سال 2014 گفت من میبرایم، حمله را از قرارگاه های کوچک خود به ولسوالی ها کشاندند، بعد به ولایات کشاندند. امروزی که دوباره به خاطر کسانی که ما را تهمت میزنه و جهاد علیه ما با استفاده از آیات الهی تحریف میکنن، آیات خدا را علیه ما جهاد میکنن. امروز اونا برشان میگه برادر مسلمان خودت نکش، وطندار خودت نکش. ظرفیتی که به خدا سوگند میخورم پس از نبود ما عمر شاید سال بیاید، امید دشمن نامرد امروزی با یاد داشته باشین با پای منار قهرمانانی که و با پای منار ظرفیت هایی که اینا کشتن روز گل میگذارن، روز دستوگشان گریه میکنن، روز نبودشان حس میکنن. این وطن با 4 تا پایلوچ رهبری نمیشه. این دین با 4 تا بی‌سواد دین نمیشه. روزی باید داشته باشین ظرفیت هایی را که کشتین، پیلوت هایی را که کشتین، قهرمان هایی را که کشتین، نخبه هایی را که کشتین، همه دشمن جاهل امروز فردا به پای منارشان گل میگذاره و در نبودشان اشک میریزه. اینا کد را گرفتن از ما، اینا به دست بیگانگان میرقصن. ما خود نبودم، نسل ما خود نبود، اما تصویر و صدای ما خود بود که اینا برن و این کار را بکنن. با این دشمن اعتماد نکنین. ما براتان میگم اعتماد نکنین. سند میگم، ثبوت میگم. ما باری در فاریاب گفتم ما میفهمیم چرا میجنگه. به خدا شما را روی جاده ها میکشن، در مکاتب میکشن، در مسجد میکشن، در بازار میکشن، در سفر میکشن، در کنار خانواده تان میکشن، روی بسترتان اینا میکشن شما را. اینا جز ترور و وحشت نه فرهنگ دارن و نه اندیشه دارن. قبل از آن که ناجوان مردانه کنار فامیلت، داخل خانت و در بستر خوابت بموری، کمرت بسته کن، مردانه شهید شو. و اگر مردی مرد واره بمر. در مصر اول گفتم که امروز روز دوچندان شدن مسئولیت ماست. کمرتان بسته کنید، کنار برادرایتان استاد شوید. فکر نکنین سربازها آدم های متفاوتی هستند. سربازها مثل شماستند، من مثل شماستم، اما
قهرمانی قربانی میخواید. قهرمانی اگر میخوایی در صحنه یکتای هنرمندی نامت باشه، دوری از فامیلت تحمل کو، ندیدن روی طفلت تحمل کو، دور کنار خانمت تحمل کو، سپری کردن شبها و روزها را در سنگرها، در کوپایه ها، در سردی و گرمی تحمل کو. این میگذره. اگر همه دست به دست با هم یک جای شدیم، این حالتی که امروز است در ظرف چند سال شاید سپری شد. حداقل اگر ما و نسل ما نتونست خوبتر زندگی بکنه، نسل پس از ما خوبتر باید زندگی بکنه. رسالتتان به جای بریم. فردا از جسه زیبا، از قیافه زیبا، از اندام پرتوان، از ورزشکار بودنت وقتی پرسان شود، حداقل زکاتش با تحمل مشکلات باید داده باشی تا نبیند باد و باران گل کجا بویا شود، تا نبیند رنج و تکلیف مرد کی گردد تمام. امروز ببینین، ما همیشه میخوایم تفاوت ها را صحبت بکنم. وقتی سرباز در سنگر می جنگه، جنگنده خوب است، ملتش به او افتخار میکنه. اما جنگنده های بدی هم داریم. ما جنگنده های بدی هم داریم. خانه های ما را ویران کرد، شهرهای ما را ویران کرد، نسل نخبه ما را از ما گرفت، تحصیل ما را از ما گرفت، مساجد ما را قرارگاه و مرکز تعلیمی تربیت ترور ساخت، مدارس ما را عین شکل کرد، استفاده از آنچه در توانش بود به تخریب این وطن کرد، جاده های ما را قلبه کشی کرد، ما را نسل کشی کرد، زیبایی های ما را از بین برد. اونا جنگنده های بد هستند. چرا داد از ملت میزنند؟ چرا دروغ میگن؟ چرا از دین استفاده میکنن؟ چرا؟ ما او بارم دعوت کرده بودم بر رقابت به مناظره رئیس علمایشانه، بازم در حرف خود استاد است. چی عقلی چی نقلی، هر دویش استاد است. شما دوست داشته نیستین برای ما. خدا شاهد است که جان نثاری به این ملت مزه میده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.